سلام. یه شب دیگه از راه رسید و با یه موشکاف دیگه مهمون شما هستیم. آقا این روزا عمق استراتژیک نظام بدجوری له و لورده شده، یعنی اوضاع خیلی قمر در عقربه. یه دومینویی تو منطقه را افتاده که همینجوری داره کارتای علیگدا رو میخوابونه. از یمن شروع میکنیم. اعلن وزیر الخارجية اليمني ریاض یاسین وزیر خارجه یمن اعلام کرد کشورش روابط دیپلماتیک خود را با رژیم ایران قطع کرده است. او در تماسی تلفنی با تلویزیون الجزیره از دخالت‌های مستمر رژیم ایران در امور داخلی یمن و حمایت آنها از حوثی‌ها که علیه حکومت قانونی کودتا کرده‌اند سخن گفت. عجب. آقا این تو که پیداست یه چیزایی داره برق میخوره. دخالت آخوندا اونم تو کشورهای عربی که چیز جدیدی نیست. اون چه که جدیده همین چپ کردن میز آخوندا تو منطقه است. یه روز خبرش از یمن میاد، یه روز دیگه هم از بحرین. بحرین روز پنجشنبه سفیرش را از ایران فراخواند و از کاردار ایران خواست که بحرین را در عرض 72 ساعت ترک کند و او را فرد نامطلوب ارزیابی کرد. وزارت خارجه بحرین در بیانیه‌ای گفت این تصمیم به خاطر دخالت‌های غیرقانونی و غیر اخلاقی رژیم ایران در امور بحرین اتخاذ شده است. وقتی یمن و بحرین اینجوری بزنن به تیپ و تاپ آخوندا، خب دیگه تکلیف عربستان روشنه دیگه. یعنی دیگه عمق استراتژیکی باقی نمیمونه که له و لورده نشه. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی رژیم ایران را متهم کرد که با ادامه تسلیح شبه نظامیان حوثی به خشونت در یمن دامن میزند. عادل الجبیر گفت کشورش با قاطعیت تمام با تلاش‌های رژیم ایران برای دخالت در امور داخلی کشورهای عربی مقابله خواهد کرد. محمل بالسلاح. به این میگن شل شدن پیچ و مهره‌های ولایت. خب همینه دیگه. وقتی یه ولی فقیه با اون همه دود و دم میره پای میز زهرخوری، واضحه که کرک و پرش میریزه و به یه چنین فلاکتی میافته. یعنی صفحه طوری میچرخه که کشورهای منطقه میزنن به سیم آخر و بساط رابطه با آخوندا رو چپ میکنن. تو یه چنین وضعیتی خودتون حال و روز آخوندا رو حدس بزنید. ما رفتارهایی که میبینیم این رفتارهای خوبی نیست. همطور که مقام معظم رهبری هم فرمود ما البته همچنان الان توصیه میکنیم. ما به هیچ وجه خواهان ناامنی تو منطقه نیستیم. منطقه به اندازه کافی داره شعله‌ور میشه. ایران البته کانون امنیت منطقه است. میبینی چه بالبالی میزنه؟ بدبخت فلک زده فقط مونده به دست و پا بیفته. 35 ساله خاک منطقه رو به توبره کشیدن، بعد حالا تو اوضاع فشل پس از زهرخوری یاد این افتادن که منطقه به اندازه کافی داره شعله‌ور میشه و دیگه بسه. من فکر میکنم که مردم ما هنوز صبر و حوصله به خرج بدن، ولی من آینده رو باید عرض کنم خوشبین نیستم. من روندی که در دولت عربستان میبینم متاسفانه روند خوبی نیست مگر یه اتفاقی در عربستان صورت بگیره. البته ما عربستان رو چیزی نمیدونیم. من این حرفایی که زدم برای اقتدار منظور اون عربستان نیست. عربستان اصلا کسی نیست در مقابل جمهوری اسلامی. من این که میگم دنبال اقتدار باشیم برای این است که ایران تنها کانون امنیت در 10 سال آینده است. ظاهرا یکی از اون پشمشتا بهش علامت داده که بابا بیشتر از این سه نکن. تو که هیچی واسه علیگدا باقی نذاشتی که. واسه خاطر همین وسطش فرمون کج کرد و انداخت رو مال رو و اقتدار نظام. اما با این ادا و اصولا دردی از علیگدا دوا نمیشه. رشته های منطقه‌ای پنبه شدن، بادکنک ترکیده، جام زهر منطقه‌ای تو سینیه. بخوره پاشه، نخورم پاشه. رأس
شکار